عرض سلام و ادب دارم خدمت فضلای محترم مدرسه معصومیه. عرض سپاس از بانیان محترم جلسه، برادران ارجمند بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم. خرسندم که در بازه زمانی 1 سال گذشته این سومین حضور من در این مکان مقدس است. اون رو برکت برای سال و فعالیت‌های خودم میدونم و امیدوارم انتظار و چشماندازی که از این نشست مورد تقاضاست پاسخ گفته بشه. این که ما از نظریه مرگ فلسفی گفتمان اصلاح طلبی در ایران سخن میگوییم، اینکه صورتبندی این نظریه رو ناظر به خودکشی سیاسی روشنفکران اصلاح طلب در ایران میدانیم، اینکه سخن از فروپاشی پروژه روشنفکری دینی میگوییم، ناظر به چه ادله‌ای است و این مدعا را با کدام ادله اثبات میکنیم. اولین دلیل اثبات دعوی مرگ فلسفی گفتمان اصلاحات پدیده‌های نوینی است که در دنیای غرب حادث شده. بنابراین در ابتدای سخن کوشش میکنم گزارشی رو از ماجرای فکر فلسفی در غرب و احیاء قدرتمندانه سنت پراگماتیسم که سنت فکری آمریکاست با بازخوانی آثار ریچارد رورتی خدمت بزرگواران ارائه بدم. این نقطه اول عزیمت من است برای اثبات مدعای بحث. دوم، سیطره و اقتدار پولیتیکال، اقتدار سیاسی این سنت فکری غرب یعنی عملگرایی و پراگماتیسم رو در دولت جدید ایالات متحده بررسی و بازخوانی خواهم کرد. بنابراین نشان خواهیم داد که الصاق پروژه اصلاحات در ایران به سنت فلسفی غرب و بالاخص سنت فکری آمریکا سبب فروپاشی و مرگ اون در ایران شده است. در مرحله بعد که بخش سوم بحث من هست، اشاراتی خواهم داشت به نوزایی سیاسی فلسفه انقلاب اسلامی و اینکه اکنون ما در پیچ تاریخی تولید علم قرار داریم و اینکه دنیای غرب مدرن سکولار راهی جز ورود به سنت پراگماتیسم برای روی با اسلام سیاسی نداشته است. پلان چهارم بحث ما بازخوانی آراء 3 استراتژیست اصلی مسائل ایران در شورای روابط خارجی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکاست. سید ولیرضا نصر، فرید زکریا و ری تکیه 3 استراتژیست اصلی مسائل ایران در دولت آقای باراک اوباما هستند و سیاست سازی مربوط به اسلام سیاسی بالاخص
در دست این سه استراتژیست امریکایی است که 2 تن از اونها ایرانی تبار هستن، آشنایی دقیقی با مسائل ایران دارن و با فرهنگ اسلام و فرهنگ شرق. پلن پنجم بحث امشب من برای اثبات نظریه مرگ فلسفی گفتمان اصلاحات در ایران به تبیین آرایش نیروهای سیاسی مقبول و مطلوب آمریکا در ایران میپردازه. یعنی من با فوکوس و با دقت بر جریان شناسی سیاسی ایران و بازخوانی ایدئولوژی حزب کارگزاران سازندگی کوشش میکنم نشان بدهم که مقبول ترین نظریه برای پیشبرد دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران اولا لیبرال سرمایه‌داری است و ثانیاً حزبی که این ایدئولوژی فاشیستی رو به انواع گوناگون در ایران تئوریزه کرده و مدعای پیروی از دیدگاه پراگماتیست ها، عملگرایان و تکنوکرات ها، فنسالاران داره، بخشی از حزب کارگزاران سازندگی است. حزبی که آلترناتیو جریان اصلاحات و رفرم مذهبی و سیاسی در ایران هست و برکشیده از همین جریان هم هست. در پلن ششم و پایانی بحثم فکر میکنم باید 3-4 روز البته در خدمت شما باشیم. قصد ما بر این هست که به این صورتبندی بپردازیم تا کجای بحث بر حسب بازه زمانی تعریف شده برای این جلسه محقق بشه و ارائه بشه. کما اینکه بنده خواهان این هستم که احیانا نظریات اصلاحی و مشاوره های انتقادی دوستان در این آرا رو هم بشنوم و مشتاقتر هستم تا به اون مرحله برسیم. اما تا جایی که زمان جلسه ممکن باشه ارائه میکنم بحث رو. پلن ششم به موضوع انتخابات میپردازه، اما نه انتخابات از نگاه من به عنوان یک پژوهشگر یا نویسنده یا روزنامه نگار. انتخابات از نگاه همین گروهی که اکنون در آمریکا برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون و فروپاشی جمهوری اسلامی برنامه ریزی میکنن و سرفصل اساسی که اینها دنبال میکنن ائتلاف میان محافظه‌کاران عملگرا با اصلاح طلبان هست. آمریکایی ها چنان که در پلان ششم بحث خواهم گفت به این نتیجه رسیدند و به غلط البته به این نتیجه رسیدند، شاید شناخت درستی از محافظه‌کاران عملگرا ندارن، اسم آوردن میگویند اگر در انتخابات 22 خرداد محافظه‌کاران عملگرا مثل آقای هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد باقر قالیباف با جریان اصلاح طلب ائتلاف کنن، راه برای پیشبرد فروپاشی جمهوری اسلامی باز خواهد شد. گرچه انگاره غلطی است، هم مفروضاتش غلط است و هم مؤخراتش، اما به این انگاره که اصلی ترین پروژه آمریکایی هاست خواهیم پرداخت. احیاء سنت پراگماتیستی
آن چیزی که در ادبیات سیاسی ما شهره به عملگرایی است، عملگرایی که به حقیقت، واقعیت و ارزش‌های یک جامعه کاری نداره، همه اجزای فرهنگ و سیاست رو جزئی از یک کل میبینه که اون کل باید در خدمت ساختن زندگی بهتر باشه. تعریف محصل و تقریبا مورد توافقی است که از پراگماتیسم وجود داره. احیاء این سنت که حقیقت، ارزش، معنای زندگی، طبیعت بشر، وجدان آدمی ارزشی ندارد، برای ساختن یک جامعه آزاد و دموکرات نیاز به این نداریم که اصلاً به معقولات فلسفی بپردازیم و به معقولات دینی بپردازیم. احیاء این سنت ماحصل چه اتفاقاتی در حوزه فکری و حوزه امنیتی آمریکایی ها بود؟ چرا آمریکایی ها چنان که سید ولی رضا نصر 2 سال پیش در گفتگو با روزنامه هم میهن گفت، پروژه روشنفکری دینی به رهبری عبدالکریم سروش و کسانی مانند محسن کدیور، مصطفی ملکیان و دیگر اصلاح طلبان و در حوزه سیاسی به رهبری آقای سید محمد خاتمی رو، چرا این پروژه رو پروژه عقب مانده‌ای مینامند؟ چرا آمریکایی ها مانند فرید زکریا عضو شورای روابط خارجی آمریکا که اکنون از تئوریسین های مسائل ایران در وزارت خارجه هست، میگویند طی 20 سال گذشته پولهایی که آمریکا خرج جریان اصلاحات در ایران کرد هدر رفته است. اینها انسانهای بی سوادی بودند که مقتضیات زمانه خودشون رو نمی شناختند، درک و تلقی اونها از غرب و تاریخ غرب اشتباه بود و آمدن پروژه رفرم مذهبی رو صورتبندی کردن، گفتن ما در جریان اصلاح طلبی سکولاریزم ذهنی رو حاکم میکنیم، باورهای مردم رو تغییر میدیم و بعداً به سکولاریزم عینی و بعد به دموکراتیزاسیون میرسیم. چرا امروز فرید زکریا میگوید پولهایی رو که ما خرج این پروژه کردیم به دور ریخته ایم و اینها یک مشت آدمهای بی سوادی بودن که حتی تاریخ غرب رو غلط فهمیدن و توان درک منطقی روابط علت و معلولی در تاریخ غرب رو نداشتن؟ آیا این آرا با حقیقت نسبتی دارد؟ یعنی واقعاً کسانی که تحت لوای پروژه روشنفکری دینی جریان اصلاحات رو پیش بردند اینقدر انسانهای بی سوادی بودند و به تعبیر ولی رضا نصر عقب مانده بودند، یا نه اساساً پروژه آمریکا در ایران به شکست انجام میده با جریان رفرم مذهبی و اصلاحات سیاسی و امروز که متحمل این شکست شده از عقب ماندگی این جریان سخن میگوید؟ به جای اینکه بگن ما خودمون اشتباه کردیم، میگن کارگزاران ما در ایران عقب مانده بودند. کدام یک از این دو نقطه عزیمت ورود به بحث رو باید پذیرفت؟ من هر دو نقطه عزیمت رو بررسی خواهم کرد برای اینکه بگویم چرا غرب به این نظریه رسیده. از سال 1365 دنیای غرب 3 طرح عمده برای فروپاشی اسلام سیاسی در ایران داشت. هر 3 طرح، یکی در کنفرانس اورشلیم توسط آقای فرانسیس فوکویاما ارائه شد، دومی در سازمان جاسوسی سیا توسط آقای مایکل برانت ارائه شد
و سومی در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط مؤسسه پژوهشی رند، مؤسسه تحقیقاتی امنیتی وزارت دفاع آمریکا با همکاری بنیاد اسمیت ریچاردسون ارائه شد. این سه طرح هر سه در ایران شکست خورده است و نیروهای کارگزار این سه طرح هم هر سه کسانی بودند که در ایران مدعای پیشبرد پروژه روشنفکری رو داشتند. طرح اول 2 سال قبل از پایان جنگ تحمیلی در کنفرانس بازشناسی هویت شیعه توسط آقای فوکویاما ارائه شد. کمی قبل از اون که آقای فوکویاما اثر مشهور خودش رو به نام پایان تاریخ و واپسین انسان بنویسد. فوکویاما در کنفرانس بازشناسی هویت شیعه، چنان که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه مشهد، این سه طرح رو من به تفصیل در 4 جلسه بازخوانی کردم. گذرا رؤوس اون رو طرح خواهم کرد و از ورود به بحث‌های طولانی اون پرهیز دارم. آقای فرانسیس فوکویاما در طرح خودش میگوید ما اکنون در اوج جنگ عراق با ایران قرار داریم و شکست سخت افزاری جمهوری اسلامی ایران محال است و دلیل محال بودن شکست سخت افزاری جمهوری اسلامی ایران حضور دینامیزم پرقدرت و با شعوری به نام تشیع است. فوکویاما تشیع رو چنین صورت بندی میکنه، میگوید شیعه 2 بال دارد، بال سرخ تشیع و بال سبز تشیع. بال سرخ تشیع عاشوراست، کربلاست و حسین است و مؤمنان و مسلمانان همواره با حزنی درونی برای حسینشان زندگی میکنن و بال سبز تشیع انتظار است، انتظار برای منجی عالم بشریت و این انتظار در خودش امید بی پایانی برای عدالت خواهی دارد و اگر میخواهید پرنده شیعه را مورد هدف قرار بدهید باید بال سبز تشیع و بال سرخ تشیع رو ساقط کنید، اما نمیتوانید. در ادامه صورتبندی تشیع فوکویاما به بعد سومی اشاره می کند که ولایت فقیه است. میگوید شیعه این پرنده‌ای که افق پروازش دور از دسترس ماست و در تیررس ما نیست، بعد سومی هم دارد و اون ولایت فقیه است. اگر ساحت ولایت رو مورد خدشه قرار دهید، مخدوش ساختن بال سبز و بال سرخ تشیع آسان می شود. این لب لباب نظریه فرانسیس فوکویاما بود در کنفرانس اورشلیم بازشناسی هویت شیعه که مشهور به مهندسی معکوس شد. شاهکلید پروژه فروپاشی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس صورتبندی شد. گفت یک راه وجود دارد، مقدمه لازم تعرض به ساحت ولایت فقیه یک راه است و آن این که شهادت طلبی ایرانیان را تبدیل به رفاه زدگی کنید، نظام ارزشی اونها رو دگرگون کنید. این پروژه ناظر بر این بود که باید در جامعه ایران
جغرافیای گفتمانی تغییر کند، سکولاریسم جایگزین ایدئولوژی اسلام سیاسی و فلسفه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شود، وقتی سکولاریسم ذهنی حاکم شد، وقتی نظام ارزشی جامعه ایران تغییر پیدا کرد و گفتمان انقلاب اسلامی رخت بربست، قاعدتاً این تغییرات سبب خواهد شد تا سکولاریسم عینی هم از راه برسد. یعنی نهادهای سیاسی دموکراسی بعد از اینکه یک جامعه باورهاش سکولار شد خود به خود از راه میرسند. شما بیایید ایدئولوژی و نرم افزار یک جامعه رو عوض بکنید، به نحو پیوسته و پشت سر اون نظام سیاسی اون جامعه‌ای که نرم افزارش عوض شده استحاله میشه و تهی میشه و عوض میشه. اما در جلسه اول و دومی که من در 15 اردیبهشت و 22 خرداد سال گذشته به گمانم در همین حوالی در خدمت شما بزرگواران بودم، این پروسه رو بازخوانی کردم. چگونه کوشیدن تا جغرافیای گفتمانی انقلاب اسلامی رو دگرگون کنن. من در اون دو جلسه آراء عبدالکریم سروش رو به عنوان محور بحث تغییر گفتمانی در ایران انتخاب کردم. پس از اون مباحث دیگری رو در بحث‌های دانشگاهی مطرح کردم. گزیده‌ای از اون رو خدمت شما بگم تا بحث سلسله منطقی خودش رو ادامه بده. پس از طرح فوکویاما، سازمان سیا بودجه 900 میلیون دلاری برای شناسایی ماهیت تشیع تخصیص داد. سازمان سیا، سازمان اطلاعات اسرائیل و سازمان اطلاعات خارجی انگلستان، سیا، موساد، MI6 سلسله جلساتی رو با عنوان شیعه شناسی برگزار کردن. از مراکز شیعه شناسی دانشگاه‌های معتبر دنیا بهره گرفتند. شما شاید بدونید پرکارترین مراکز شیعه شناسی در دانشگاه‌های اسرائیل و بعد آمریکا هست. مرکز شیعه شناسی تل‌آویو پژوهش‌ها و پروژه‌های بسیاری رو انجام داده و مد نظر داره. مراکز شیعه شناسی دانشگاهی به خدمت این سه سازمان در اومدن. دکتر مایکل برانت در کتاب خاطرات خودش که در ایالات متحده منتشر شده پرده از پروژه‌ای برمی‌داره که قرار بود تا سال 2010، یعنی یک سال دیگر، اسلام سیاسی در دنیا وجود نداشته باشه. 2010 جهان بدون تشیع برای سازمان‌های اطلاعاتی غرب بود. بعد از بررسی هایی که اینها کردند، از اون 900 میلیون دلار بودجه که تخصیص دادن، 40 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی و پژوهشی مایکل برانت میگوید که اینها تخصیص دادن. دو عامل رو به عنوان بنیاد تشیع شناسایی کردن که اگر این دو عامل ساقط بشه تا سال 2010
اسلام سیاسی از ایران و به تبعش از جهان رخ بر میبنده. در مقدمه گزارش خودشون هم گفته بودن که ما باید ابتدا ایران رو مورد هدف قرار بدیم، چون ایران مرکز صدور انقلاب اسلامی به دنیاست و اکنون 25 کشور جهان طی 20 سال تا 50 سال آینده در معرض انقلاب‌های دینی هستند به تأثیر از انقلاب اسلامی ایران. بنابراین گفتن اگر دو عامل، اول مرجعیت که هیچگاه با قدرت‌های خارجی سر سازگاری نداشته و ندارد، و دوم همون که فوکویاما میگفت بال سرخ تشیع، یعنی عاشورا، کربلا و حسین، از جامعه ایران حذف بشه، راه برای فروپاشی تشیع و جهان تشیع باز خواهد شد. چرا که عاشوراست که شیعه را در تکاپوی دائمی برای جنگ حق و باطل نگه داشته است. این رو فوکویاما و مایکل براند، یکی به عنوان استراتژیست ایالات متحده و دیگری به عنوان کارگزار امنیتی آمریکا، بر اون توافق داشت. من از جزئیات طرح فروپاشی تشیع در میگذرم. اینکه بنای آنها بر ایجاد اختلاف میان اهل تسنن و اهل تشیع بود. اینکه گفتن ما تئوری تفرقه بنداز و حکومت کن انگلیسی ها رو تبدیل به تئوری تفرقه بنداز و نابود کن میکنیم. اینکه گفتن با تمرکز بر روی تروریسم به ایجاد نفرت از تشیع در دنیا دامن خواهیم زد. اینکه گفتن در هیئت‌های عزاداری و عزاداران عاشورا نفوذ میکنیم، ملودی‌های مذهبی اونها رو تبدیل به ملودی‌های پاپ میکنیم، از مداحان جاه طلب و پولپرست استفاده میکنیم تا پیام عاشورا رو منحرف کنند. عین گفته های مایکل براند هست. و این که گفتن پولپرستان با نفوذی که دستی در رسانه ها دارند رو شکار میکنیم برای اینکه منظر و مرآی ناسواب و کریه از شیعه بسازد. اینها موضوع بحث مستقلی است. و اینکه در نهایت گفتند ما باید تئوری اسلام هویت و اسلام حقیقت رو مطرح بکنیم، بگوییم این چیزی که اکنون در جهان تشیع وجود دارد یک هویتی است برساخته و برکشیده تاریخ و اسلام حقیقت این گونه نیست. و آمدن اصناف عرفانهای مدرن و انواع فرق ضاله رو تبلیغ کردن تا در نهایت شیعه و شیعیان رو به یک مکتب درویشی محض و دراویش محض تبدیل بکنن. اینها رؤوس پروژه‌ای بود که سازمان سیاه در ایران دنبال میکرد و در کنارش در سال 2007 انتشارات مؤسسه رند متنی رو منتشر کرد به عنوان جمع‌بندی این دو بحث، گرانیگاه اصلی سیاست امنیتی غرب درباره بسط و گسترش اسلام آمریکایی برای حذف اسلام سیاسی در این طرح نهفته است. شامل 5 موضوع استراتژیک است این طرح. اول اینکه گفتن ما برای رسیدن به سال 2010 سال جهان بدون تشیع از روشنفکران سکولار
و لیبرالی که به دنبال رفرم مذهبی و پروتستانتیزم اسلامی در ایران هستند استفاده میکنیم. جناح روحانیون میانه رو را در ایران تقویت میکنیم. فعالان اجتماعی را در NGO ها اکتیو میکنیم. جریان فمینیسم سکولار و فمینیسم اسلامی را به موازات هم پیش میبریم تا در لوای طرح حقوق اسلامی زنان علیه بنیادهای خانواده و بنیادهای دینی و حقوق واقعی زن قیام بکنن. و بعد در مرحله پنجمش مطبوعات لیبرال این جناح‌ها رو ساپورت فکری خواهد کرد. کارگزاران ایالات متحده برای فروپاشی تشیع در ایران این 5 گروه بودند. آمدن در یک طیف از سال 65 که آقای فرانسیس فوکویاما بحث مهندسی معکوس رو طرح میکنه، در فضای روشنفکری ایران تکاپوهای ایجاد میشه که سال 67 منجر به ظهور تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت میشه و اصلاح طلبان اصلی ترین پروژه خودشون رو رفرم مذهبی انتخاب میکنن. 4 تلقی از اصلاح طلبی در ایران وجود داره. هر گونه تحلیلی بدون نگاه به این 4 تلقی به بیراهه خواهد رفت. اولین تلقی از اصلاحات این است که اصلاحات در ایران پا نخواهد گرفت الا با گذر از مسیری که غرب پس از رنسانس از آن گذشت در نهضت روشنگری. تلقی این رویکرد اول این بود که غرب پس از اصلاح مذهبی و دستیابی به سکولاریسم دینی به دموکراسی رسیده، پس ما باید به بازسازی سنت بپردازیم. خیلی محترمانه که برخورد میکردن مرحوم احمد بورقانی به خود من میگفت سنت نقطه عظمت و در عین حال نقطه عزیمت ماست. بنابراین در این تلقی اول از اصلاحات گذار از سنت به مدرنیته به عنوان تلقی حاکم پذیرفته شد و در 2 خرداد 76 چه عبدالکریم سروش به عنوان پدر معنوی این تلقی اصلاح طلبانه و چه آقای سید محمد خاتمی گفتند که 2 خرداد پیروزی پروژه روشنفکری دینی در ایران بوده است. و تلقی اول به اقتدار پلیتیکال و حاکمیت 8 ساله بر قوه مجریه رسید. اما تلقی دوم از اصلاح طلبی آن چیزی است که روشنفکران سکولار مانند رامین جهانبگلو میگویند در کتاب شوالیه های ناتوی فرهنگی. تلقی اونها رو به تفصیل کاویدم. معتقد بودن رسیدن غرب به دموکراسی ماحصل رفرم مذهبی و پروتستانتیزم نبوده است، ماحصل پدید آمدن عده‌ای از فلاسفه شکاک و خردگرا و ماحصل ساخت بنیادهای فلسفی لیبرال سکولار بوده است. پس باید در ایران برای رسیدن به دموکراسی همان کاری رو که غرب در نهضت روشنگری انجام داد و عده فیلسوف شکاکان خردگرا آمدند پا به عرصه وجود گذاشتند. اینها باید در ایران ظهور بکنن، همه بنیانهای
فکری و عقیدتی جامعه رو به چالش بکشن، نهضتی از جنس نهضت روشنگری در ایران پدید آید تا گذار ما به دموکراسی محقق شود. این طیف از اصلاح طلبان که نیروهای روشنفکر سکولار محض بودند، در 2 خرداد اگرچه امکان ابراز آراء خودشون رو به مدد اون فضای هرج و مرجی که در جامعه بود پیدا کردند و حرفای عجیب و غریبی هم زدند، اما به اقتدار پلیتیکال نرسیدند، اما به عنوان مشاور در دولت اصلاحات حضور پیدا کردند. 2 تلقی دیگر، یکی تلقی کسانی بود که باید برای رسیدن به دموکراسی جنبش حقوق مدنی پیگیری شود، همون کاری که مارتین لوتر کینگ در امریکا کرد و حقوق انسان‌ها این وسط مهم است. و تلقی 4 کسانی بود که رک و راست میگفتند ما در ایران به دنبال انقلاب مخملی هستیم، پروژه دموکراتیزاسیون گذار در یک لحظه تاریخی از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی است و ربطی به 3 تلقی دیگر ندارد. بنابراین ما وقتی صحبت از جنبش اصلاحات میکنیم باید آگاه باشیم که از کدام یک از این 4 تلقی سخن میگوییم. خلط شدن مفاهیم مستتر در این 4 تلقی، تحلیل ما از جریان اصلاحات در ایران رو با چالش‌های اساسی روبرو خواهد کرد. این که می‌بینید بعضی از استراتژیست‌ها و نظریه پردازان سیاسی آرایی رو ابراز می‌کنن که فقط به درد خودشون و احیانا بستگانشون، عمه‌شون، از این جنس آدم‌ها می‌خوره. اینها ناشی از این هستش که به این مرزبندی‌ها توجه نمی‌کنند. ما با آگاهی از این مرزبندی‌ها بحث رو پیش خواهیم برد. در سند استراتژیکی که پنتاگون در سال 2007 توسط انتشارات مؤسسه رند با همکاری بنیاد اسمیت ریچاردسون منتشر کرد، تمام این گروه‌ها به عنوان پتانسیل پروژه براندازی در ایران تعریف شدند. میگوید ما باید شبکه‌ای از اسلام آمریکایی رو به وجود بیاریم و در کنارش و هم عرض با اون از تمام این نیروها برای پیشبرد جنگ نرم بهره بگیریم و استفاده کنیم. خلاصه سند رو من اینجا دارم. بازخوانی اون بسیار وقتگیر است چون 45 دقیقه تقریبا گذشته، نزدیک به همین زمان ما هنوز وارد بحث نشدیم. اگر بخواهم به این اسناد هم بپردازم چه بسا که تا آخر جلسه هم وارد بحث نشیم. بنابراین آنچه که امروز ما از جنبش اصلاحات، که البته جنبش نیست، به مثابه یک پدیده میتوانیم از اون یاد کنیم، مراد ما کسانی هستند که موسوم به اصلاح طلبان هستند، همون معنای عرفی در جامعه. می توانید بخشی از اینها رو در حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی ببینید. اما تفاوت‌های بنیادینی هم اینها با هم دارن که لاپیشونی میکنن. من این پرده رو پس خواهم زده میشه و این تفاوت‌های بنیادین رو عیان خواهم کرد. کسانی که آمدند از جامعه ایران ایدئولوژی زدایی کنن، سخن از مرگ ایدئولوژی گفتن و اینکه هر ایدئولوژی به سرنوشت مارکسیسم دوچار خواهد شد،
آمدن گفتن روحانیت دولتی شده است و سقف معیشت خودش رو بر ستون شریعت استوار کرده است. سخن از رفرم دینی و پروتستانتیسم اسلامی گفتن، تئوری تقدم جان بر عقیده رو مطرح کردن، گفتن جان انسان مهمتر از عقیده است، چون عقیده روبناست، اصلا ارزشی نداره عقیده. مرجعیت ستیزی رو پس از روحانیت ستیزی پیشه کردند و گفتن دنیا دنیای مدرن است، ما باید اسطوره زدایی کنیم. در دنیای مدرن اسطوره ها معنایی ندارن، آمدن اسوه زدایی کردند. این هم از اون مسائلی است که اون مرزش مشخص نشده. اسطوره زدایی خیلی فرق میکنه با اسوه زدایی. به بهانه اسطوره زدایی آمدند گفتند ما باید به نقد کارنامه ائمه اطهار هم بنشینیم و باید امام حسین رو تحلیل سیاسی بکنیم. و به نوعی در یک سطح محدود جغرافیای گفتمانی انقلاب اسلامی رو کوشش کردن دگرگون بکنن